عروقوف خبرنگار نشریه SSSR در واحده وخش روز 11 دکبر سال 2022 در سن 42 از عالم چشم پوشید. بهادر عروقوف چند هفته آخر در بیمارستان تحت طبابت قرار داشت. بنا به اطلاع دریافتی او از بیماری جگر رنج میکشید. به گفته دوستانش بهادر عروقوف روز 11 دکبر در بیمارستان قره‌بالا درگذشت. او از ماه نوامبر در اینجا تحت طبابت قرار داشت. از بهادر عروقوف 6 فرزند خردسال یتیم ماند. سیاف مزراب مؤسس SSSR خبر درگذشت بهادر عروقوف را باور نکردنی نامید و نوشت: دیروز خبرش گرفتیم، گفت شیخ پگاه خانه می روم. چه دانیم که بهادر خانه گفته خانه اخرتش را در نظر داشت. دیدار به قیامت. خود بهادر عروقوف 2 هفته پیش از مرگش در یکی از آخرین مطلب‌های در صحیفه‌اش در فیسبوک گذاشته خود زندگی رو به بومرنگ شباهت داده نوشته بود: بومرنگ تا سن 40 ما بدن خود را عذاب میدهیم، بعد سن 40 بدنمان ما را عذاب میدهد. بهادر عروقوف 21 سپتامبر سال 1980 به دنیا آمده. رشته فیلولوژی دانشگاه شهر باختر به نام ناصر خسرو را ختم کرده بود. او باعث خبرنگار منطقوی هفته‌نامه SSSR در واحده وخش کار میکرد و همچنین در شبکه یوتیوب کانال خود را داشت. کانال او 21,000 آبونچی دارد و برخی ویدیوهایش تا چند صد هزار تماشابین جمع می‌آورد.